اگه شما هم خیلی اضطراب دارید میتونید با یه سری از راهکارهای تغذیه اینو مدیریتش کنید. اضطراب از طریق سبک زندگی مدیریت میشه. حالا اگر بخش سبک زندگیش رو بذاریم کنار، یه سری مواد غذایی و یه سری منابع میتونن کمک کنن که اضطراب شما کاهش پیدا کنه. گزینه اولش اسید چرب امگا 3 هستش. منابع غذایی که داخل خودشون امگا 3 دارن باعث عملکرد بهتر دیواره مغز و ارتباطات بهتر مغز میشن. در نتیجه پردازش سرعتش افزایش پیدا میکنه و تو طولانی مدت باعث میشه که التهاب کاهش پیدا کنه و در نتیجه اضطراب مدیریت شه. یکی دیگه از گزینه‌هایی که بسیار ایدئاله استفاده کردن از منیزیمه که میاد سطح تنش، استرس و اضطراب رو به صورت کلی در بدن کاهش میده و به خاطر جنبه ریلکسیشنی که داره این اتفاق رو رقم میزنه. یکی دیگه از منابعی که خیلی کمک میکنه استفاده کردن از قرص کورکومین یا استفاده کردن از منبع مفیدش به اسم زردچوبه هستش. این به خاطر پایین آوردن TNF آلفا یا یک فاکتور التهابی اصلی میاد باعث کاهش التهاب مغز، در نتیجه بهره‌وری و عملکرد بهتر و مدیریت استرس، اضطراب و تنش‌های بدن میشه. بهترین زمانبندی مصرف اینها رو هم داخل کپشن براتون نوشتم. مرسی که با من همراه بودید. پست رو برای دوستت خواستی ارسال کن.